خیلی خوش اومدین به بخش آخر برنامه. خانم ساغر کثیری همراه ما هستن. خوب است خانم کثیری؟ خیلی خوش اومدین. خانم کثیری، در برنامه قبلی شما به صورت خیلی جامع و کلی در مورد مشکلات ناباروری صحبت کردید. حالا ما این بار میخوایم که یک مقدار در مورد مسائلی که باعث میشه خانم ها دچار این مشکل بشن، از اون طرف هم آقایون ممکن دچار این مشکل بشن، برامون بگین. بله حتما. ممنون از دعوت دوباره شما. بله، اختلال هایی که در خانم ها ممکنه باعث بشه که به ناباروری کشیده بشه و نتونن بچه دار بشن، از جمله مشکلات بسته بودن لوله های فالوپ هستش، اندومتریوز هستش که مشکل با جداره داخل رحم هست، و در ضمن مشکلات هورمونی که باعث میشه شاید که در ماه اون خانم نتونه یک دونه تخمک رو در ماه که باید تولید بکنه انجام بشه. این تخمک گذاری نخواهد داشت. تخمک گذاری نباشه، بله. و همینطور چسبندگی رحم و یا لگن و یا مشکلات حفره دهانه رحم هستش که اینها همه میتونه باعث بشه که یا اصلا نتونه اون خانوم بچه دار بشه، یعنی جنینی به وجود بیاد، یا حتی اگر جنینی به وجود بیاد این جنین نتونه داخل دیواره رحم خودش رو قرار بده و بزرگ بشه و رشد بکنه و ممکنه که باعث بشه یا اصلا نتونن حامله بشن، یا اگر حامله حتی بشن باعث بشه که این حاملگی بچه سقط بشه. برای آقایون چی؟ بله، برای آقایون مشکلاتی که مربوط به نطفهشون هستش، از جمله اینکه کمیت یا کیفیتش ایرادی داشته باشه، چیزهایی که باید چک بشه به عنوان مثال اینه که آیا به اندازه کافی تولید اسپرم هستش و آیا بعد از اینکه مثلا در آزمایشگاه آزمایش میکنن این اسپرم ها رو نگاه میکنن ببینن که حرکتش، تعداد زنده بودنشون و حتی اونهایی که زنده هستن مدل پیشرفتشون در حقیقت چجوریه و آیا به اندازه‌ای هست که وقتی که در داخل رحم زن میره بتونه که اون تخمک رو به یک جنین تبدیل بکنه. اینا مشکلاتی هستش که آقایون دارن. از جمله مشکلات دیگه اینه که مشکلاتی که مربوط میشه به اینکه نتونن اصلا اسپرم تولید بکنن، یعنی لوله های اونها میتونه بسته باشه و در بعضی مواقع اسپرمی اصلا تولید نخواهد شد. این مشکلات در حقیقت میتونه هم از هر دو باشه، یعنی هم زن باشه هم مرد، یعنی بعضی از این مشکلات رو خانم میتونه داشته باشه و متاسفانه آقا هم میتونه داشته باشه. درسته. بعد خانم کثیری، وقتی که آقا یا خانم میفهمه که مشکل از ایشون هست یا از آقا هست، بعد چه آزمایش‌ها رو بعد بدن، چه تستایی رو بعد انجام بدن؟ اصلا من نه فکر می‌کنم که اصلا چه تستی وجود داره که بدونی کدوم از این مشکلات رو دارن. بله. همونطور که دفعه قبل گفتیم، اگر زوجی مدت زمانی برای بچه دار شدن موفق نشدن و به دکتر مراجعه کردن، معمولا برای خانم ها اولین کاری که دکترشون میکنه اینه که آزمایش خونی ازشون میگیرن که بتونن مقدار هورمون بدنشون رو چک بکنن، هورمون های زنانگیشون رو، که ببینن آیا این هورمون ها در حدی هستش که همینطور که گفتیم بتونن در ماه تخم ریزیشون رو داشته باشن به حالت عادی و در ضمن هورمون هایی که باعث میشه که بتونن حاملگی رو به پایان برسونن. در ضمن اینکه این هورمون ها آزمایش میشه، همزمان یه اکس ری و اسکن های مخصوصی هست که انجام میدن که بتونن داخل حفره رحم رو ببینن برای همین چسبندگی یا ایرادهایی که ممکنه داشته باشه و اینکه ببینن که آیا سالم هست برای اینکه بتونه بچه رو نگه بداره و بچه بتونه رشد بکنه. چیزهایی که مثلا چک میکنن پولیپ و فیبروم و این نوع مسائل رو نگاه میکنن که بتونن بگن. برای آقایون معمولا وقتی که دکتر میرن اولین کاری که براشون میکنن اینه که ازشون یک آزمایش اسپرم میگیرن و این رو در آزمایشگاه چک میکنن و همونطور که گفتیم کمیت و کیفیت این رو چک میکنن که ببینن آیا با حد و حدودی که الان استانداردی ست شده گذاشته شده
با همون سازمان بین‌المللی بهداشت World Health Organization که معمولا یک نوع حد و حدودی گذاشتن که اسپرم باید مثلا مقدارش بالای این باشه، مقدار زنده بودنش، مقدار نرمال بودنش و غیره و غیره و اینها رو چک میکنن و بعد جواب اینها که برمیگرده میتونن تعیین بکنن دکتر تشخیص بده که آیا مشکل از خانم هست یا از آقا هست یا اینکه از هر دو. بله یه تکمیلی از هر دو ممکنه یا شدم از هیچ کدوم یا شاید شما برنامه قبلی گفتید ممکنه هم که نامفهوم باشه. درسته. خب حالا بعد از اینکه تستا رو انجام دادم و مشخص شد که مشکل از کدوم طرف هست، چه روش‌های درمانی، چه تکنیک‌هایی رو استفاده می‌کنن؟ بله، برای درمان مسائلی که بتونن به راحتی باهاش جلو برن. ممکنه که مثلا خانم قبل از اینکه اصلا بخواد درمانی مثلا مثل IVF شروع بکنه با یک مقدار عملهای خیلی کوچیک بتونن یه سری از مشکلاتشون رو رفع بکنن. اگر اونجور باشه شاید حتی احتیاج به تکنیک هایی مثل IVF پیدا نکنن. ولی در درجه اول اگر که از لحاظ مرد اسپرمش اوکی باشه، به احتمال خیلی زیاد تکنیکی به اسم IUI هستش که انجام میدن. این تکنیک فقط اسپرم مرد رو وارد رحم زن میکنن، یعنی در آزمایشگاه این اسپرم رو میگیرن و از لحاظی که مقدار اگه ابنورمال داره اون رو ازش جدا میکنن و اسپرم های خوب رو انتخاب میکنن و داخل رحم زن تزریقش میکنن. این خیلی روش ساده‌ای هستش، نه به بیهوشی احتیاج داره، نه به داروهای بسیاری احتیاج داره. بعضی موقع به عنوان طبیعی انجام میشه، یعنی میذارن زن در طول ماه تخمک ریزی خودش رو داشته باشه و به حالت طبیعی در موقع درست ماه که تخمک به وجود میاد این رو انجام میدن. بعضی موقع باید از تحریک‌های هورمونی استفاده بکنیم، یعنی اینکه ما باید بیایم به خانوم، چون که ممکنه نتونه خودش تخمک به حالت طبیعی تولید بکنه، باید این رو با هورمون‌هایی که ما به عنوان دارو میدیم تحریکش بکنیم، اون تخمدون رو که بتونه تخمک رو به وجود بیاره. بنابراین IUI میتونه هم طبیعی باشه یا هم از تحریک‌های هورمونی. اگر بین 3 تا 6 ماه، یعنی بین 3 تا 6 بار میشه گفت، چون هر ماه میتونن این رو امتحان بکنن، حامل نشد خانوم میتونه بعد استپ بعدی یا پله بعدی مرحله بعدی این باشه که IVF انجام بدن. تفاوت IVF با IUI اینه که ما برای IVF تخمک رو از درون تخمدون زن برمی‌داریم و اون رو در خارج از رحم در آزمایشگاه با اسپرم مرد لقاح میدیم و بعد وقتی که جنین شد بعد از حدود یا 3 روز اگر بتونیم بیشتر نگه داریم که میگن استیج بلاستوسیس، استیج آخر یا مرحله آخری قبل از اینکه اون جنین بتونه داخل دیواره رحم خودش رو جا بده و قرار بده، تا روز 5 هم ما میتونیم جنین رو در آزمایشگاه نگه داریم و بعضی موقع ها 4 یا 5 یا 10، بعضی موقع خیلی بیشتر تعداد تخمک ها هستش و بستگی داره که کیفیتشون چجوری باشه، به همون مقدار شاید جنین بتونیم به وجود بیاریم و اون رو نگه داریم. حالا در کشورهای مختلف قانون ها مختلفه. در این کشور زیر 40 سال زن میتونه 2 تا جنین رو براش تا 2 تا جنین برگردونیم به خاطر ریسک اینکه بیشتر از یک حاملگی به وجود بیاد، یعنی 2 قلو یا چند قلو بشه. بالای 40 سال مکسیموم 3 تا هستش در انگلیس. در کشورهای دیگه نه، فرق میکنه. در کشورهایی هست که 4 5 6 جنین رو هم برمیگردونن که خطر زیادی داره، به خاطر اینکه اگر بچه چند قلو بشه اون حاملگی میتونه با مشکلات خیلی بزرگی برخورد بکنه. بنابراین این یه به قول معروف یه خلاصه ای از IVF هستش. اگر که IVF کار نکنه، یعنی اینکه ما نتونیم جنینی از نطفه مرد و تخمک زن به وجود بیاریم و یا مرد مشکلی داشته باشه که مقدار اسپرمش و یا کیفیت و کمیت اسپرمش خوب نباشه، تکنیک دیگه هست به اسم اکسی. معذرت میخوام. اکسی
همونطور که گفتم یه انقلابی بود برای این رشته، چون که باعث شد مردهایی که مشکل داشتن و با IVF هم ما نمیتونستیم کمکشون بکنیم، حالا با اکسی میتونیم کمکشون بکنیم. جوری که اکسی هستش اینه که ما به جای اینکه برای هر یک دونه تخمک برای IVF احتیاج به یه چیزی حدود 100,000 تا اسپرم داریم. ولی برای اکسی برای یک دونه تخمک یک دونه اسپرم کافی هستش، چون که ما اون اسپرم رو میگیریم و خودمون با سوزنهای خیلی خیلی باریک که در حقیقت 1/12 تار مو هستش، اون رو میتونیم داخل خود تخمک تزریق بکنیم و بعد روز بعد چک بکنیم و ببینیم که آیا امبریو یا جنین به وجود اومده بعد از این تکنیک یا نه. تکنیک های دیگه هم هستش که کمک میکنه برای یا تشخیص مشکل در جنین، مثلا مثل PGD و PGS که برای زوجهایی خوب هستش که از لحاظ ژنتیکلی بیماری دارن که میتونن به بچهشون انتقال بدن، مثلا مثل تالاسیمی یا هیموفیلیا. اونها تکنیک هایی هستش که در حقیقت بعد از به وجود آوردن جنین در آزمایشگاه ما میتونیم انجام بدیم و یا حتی تکنیک هایی که بتونیم دیواره جنین رو، چون جنین در حقیقت خیلی شبیه به یک پوستی دورش هستش که اون پوست رو ما میتونیم، این در حقیقت باید وقتی که آماده میشه برای اینکه در دیواره رحم قرار بگیره اون پوست باید پاره بشه و جنین ازش بیاد بیرون. در حقیقت خیلی شبیه به جوجه‌ای که از تخم میاد بیرون میشه. ما میتونیم کمک بکنیم برای خانم هایی که یا زوج هایی که جنینشون مشکل زیادی سفت بودن این دیواره هستش، میتونیم ما خودمون اون رو یه سوراخ کوچیکی بکنیم توش یا نازکش بکنیم با لیزر و این باعث میشه که وقتی که جنین آماده شد که بخواد از این پوسته یا از این لایش بیاد بیرون خیلی راحت تر بتونه این کار رو انجام بده. کمکی میشه برای موندن جنین. بله. قبل از اینکه وارد شما سوال داشته، من یه سوال فقط می‌پرسم از یه دوست عزیزی در مورد مشکلش گفته بودم. شما اومدین مشکل‌ها رو تقسیم بندی کردین، مشکل خانم، مشکل آقا یا مشکل هر دو و مشکل نامفهوم. و ایشون هم گفته بودن که وقتی که رفته بودن نه خودشون مشکل داشتن نه شوهرشون مشکل داشتن، ولی IVF انجام دادن ولی جواب نگرفتن، طوری که بهشون گفته بودن که شما دیگه بچه دار نمیشین، مثلا فراموش کنین و یه چند وقت بعد از اون بچه دار شدن. این چجوری اتفاق میافته؟ این خیلی من فکر میکنم مربوط به سایکولوژی یا روحیه و روانشناسی مریض ها بستگی داره. به دلیل اینکه همینطور که گفتید آزمایش ها انجام میشه، همه چی برمیگرده نرمال هستش و دکتر واقعا خودش هم میمونه که خب مشکل از کجا میتونه باشه. مخصوصا مریضایی که اینجوری هستن میان 2-3 بارم IVF انجام میدن و حتی با IVF هم حامله نمیشن. یه زمانی میرسه که دیگه دکتر میگه شما بهتره که فراموش کنید، تسلیم بشید و قبول کنید که دیگه بچه دار نمیشید و شاید حتی بهتر باشه فکر کنید که بچه‌ای از آزمایشگاه بیارید، از پرورشگاه بیارید یا به هر حال با مشکلی که دارید مواجه بشید و باهاش کنار بیاید. خیلی موقع اینو بهش میگن ریورس سایکولوژی، یعنی برعکس اون چیزی که هستش انجام میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون مریض یکو متوجه میشه که خب پس اگه قراره که من بچه دار نشم بهتره به زندگی نرمال خودم ادامه بدم، با مشکلش کنار با مشکلم کنار بیام، اون فشار عصبی کم میشه و اون فشار عصبی و استرس برداشته میشه. تحقیقاتی نشون داده که استرس هایی که مخصوصا خانم ها دارن میتونه باعث بشه که روی هورمون های زنانگیشون و رو هورمون هایی که بعداً احتیاجه که حاملگی رو ادامه بده تاثیر بذاره. وقتی که این اتفاق میفته در حقیقت یک مقدار از اون استرس و التهاب و افسردگی گرفته میشه، چون که دیگه میدونیم که ما انسان ها هم خیلی قوی هستیم. خیلی موقع ها وقتی که بدونیم دیگه باید با یه چیزی کنار بیایم کنار میایم. اون کنار اومدن با این مشکل باعث میشه که یه آرامشی به این زوج برگشته میشه و بعد از مدتی
اینا میتونن حامله بشن و خیلی موقع ها شده که دکترها مریض ها رو میگن به یک مسافرت یا تعطیلات برید و فراموش کنید و آرامش بگیرید و فراموش کنید و برمیگردن و حامله هستن. چقدر جالب. خانم کثیری، من خواستم ازتون بپرسم درمانایی که گفتین، راههای درمانی که گفتین، هر کدومش رو چند بار میتونن تکرار کنن؟ سوال خیلی خوبیه. در رابطه با IUI که گفتیم خیلی حالت نچرال تر یا طبیعی تر داره، بین 3 تا 6 بار. اگر بیشتر از اون شد و حامله نشدن، بهتره ادامه ندن، وقتشون رو با این تکنیک بیشتر از این تلف نکنن و به IVF برن. IVF هر چند بار که مریض بتونه از لحاظ روحی روانی، از لحاظ به هر حال مادی، چون از لحاظ در این کشور مخصوصا، مطمئنا در ایران هم شاید اینجور باشه، تکنیک خیلی ارزونی نیستش و قیمت بالایی باید همیشه پول زیادی پرداخت بشه برای این کار. بنابراین هیچ حد و حدودی نداره که بگن مثلا 5 بار 6 بار. مریض هایی داریم که متاسفانه تا 10-12 بار هم اومدن و نتیجه ای نگرفتن. مرسی خانم کثیری، مرسی از اینکه امشب اومدین اینجا و واقعا لذت بردیم و استفاده کردیم از صحبتاتون. خب به آخر برنامه امشب رسیدیم. راههای ارتباطی رو بهتر از ما میدونید: فیسبوک مناطو پلاس و وبسایت اصلیمون و همینطور گوگل پلاس. ممنون که تا الان همراه ما بودید. همینجا همراه مرجان و خانم کثیری باهاتون خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.